دوستان گرامی، یک سوال دیگر آمده است. نفر با نام تاجیکستان. سلام علیکم و رحمت الله. سراول سلام ما ساکنان جماعت دهات چارکوه را به شما میرسونیم. الله نگهبان باشد. سوال: اگر پیمان ملی سر قدرت آمد، مسئله راه و زمین ها و کوههای چارکوه واروخ که قرقیزها غصب کردن برگردانده می شود یا نه؟ واروخ انکلاو میماند یا راه ها را از قرقیزها بازگردانده می توانیم یا نه؟ از الله تمنا داریم که زودتر این مردم تاجیکستان را به آزادی کلی برسانند. برادر عزیز یا دوست گرامی تاجیکستان، سلام ما را هم به مردم شریف و جسور چارکوه برسانید. به همه یار و دوستان که ما را میشناسند. نان و نمک خوردیم، خیلی زیاد رفتم چارکوه و حالا دعوا نمیکنم که همه مردم رو میشناسم، ولی خیلی از دوستان و رفیقان زیاد داریم و واقعا مردم چارکوه خیلی اذیت کشیده است و خداوند نگهبانتان باشد. من اتفاقا همین یک ساعت پیش از همین سوال و جواب رو که ثبت میکنیم، من یک میز گرد بود آنلاینی طریق زوم با اکسپرت ها و سیاستمداران آسیای مرکزی، از آن جمله با قرقیزها بحث آسیای مرکزی را داشتیم، مرز تاجیکستان و قرقیزستان را داشتیم، حادثه های اوکراین را هم بحث کردیم. ما درباره که آینده آسیای مرکزی چگونه باشد که هم از این دیکتاتورها خلاص شود، ملت ها همون خلاص شویم و هم یک زندگی آسوده بین ملت ها باشد، بین تاجیکان و قرقیزها و قزاق‌ها و ازبک‌ها و دیگر ملت ها. ما باور کنید، من کار ندارم جعفرов با رحمان چی میگه، میرزیایف با توکایف چی میگه، اینا کاری خودشون نمیکنن. اینا میشینن سوال و جواب میکنن، مینوشن، عکس میگیرن، باز پراکنده میشن. اما ما سیاستمداران مردمی این کشورها باید با هم صحبت کنیم، گپ بزنیم و الحمدلله که گپ زده ایستادیم و بعضی پیشروی‌ها در سطح رهبران حزب و حرکت‌ها، وکیلان امروزه و سابق و باید این کار را کرد. اگر ما میخوایم تقدیر اوکراین در کشورهای ما تکرار نشود، باید از حالا گفتگو را شروع کنیم. یکی از موضوعی که همین روز ما صحبت کردیم، بحث با قرقیزها، دپوتات های پارلمانت سابق، دپوتات ها، رئیسان حزب و حرکت‌ها، این مناقشه در مرز هست و طبیعی است که قرقیزها طرف مردم خود را میگیرند و ما طرف مردم خود را میگیریم. بحث داریم. ما در بعض مسائل با هم نزدیکیم، آنی که باید زیر دیکتاتورها مبارزه بریم، اما در مسائل های مرزی باز اختلاف نظر داریم و این باقی خواهد ماند. امکان ندارد که من در مسئله مرزی با فکری سیاستمداران قرقیز نزدیک باشم یا سیاستمدار قرقیز اگرچه یک انسان خوبم باشد با فکری ما تاجیکان نزدیک باشد. اما ما با این نتیجه میرسیم و رسیده ایستادیم که این دیکتاتورها که از قدرت رفتن، ما باید تنها و تنها در سر میز گفت و شنید مسئله را حل کنیم، راه حل پیدا کنیم. و نقطه دوم آن چیزی که ما گفتیم، با این قرقیزها هم گفته ایستادیم، موقع خیلی آشکار و شفاف است. واروخ هیچ وقت انکلاو نبود و نخواهد بود. یعنی اگر ما سر قدرت آمدیم، قرقیزها باید بدانند این نیست که مثلا ما سر قدرت آمدیم یکان گذشت بیشتر از رحمان کنیم. نه، برعکس، حالا رحمان گذشت کرده ایستاده است، یتیموف گذشت کرده ایستاده است. اینا برادران قرقیز باید بدانند که ما سر قدرت آمدیم، از حالا موقع ما را بدانند که راه باز می شود. راه در طول زمان شوروی هیچگاه راهی قرقیز نبود. مردم تاجیکستان، واروخ، خواجه اعلی، چارکوه رفت آمد آزاد به یگان پاست، به یگان مرزبان کشور دیگر رفت آمد داشتند و این راه را، این زمین های دو اطراف را زمین و تریتوری تاجیکستان میدونستند. همین گونه باید باشد و شما شک نکنید که تمام این راه ها، زمین هایی که داده شد به مردم تاجیکستان برگردانده می شود، از آن جمله به مردم واروخ نباید انکلاو باشد. یعنی همین گپی انکلاو سالهای آخر پیدا شد درباره واروخ و قبلا هیچ کس واروخ رو انکلاو نمی گفت. در یگان سند نیست، در یگان حجت نیست. بنابر همین در این مسئله برادران عزیز چارکوهی، واروخی، خواجه اعلی، ایسفره در مجموع مطمئن باشد که 1 سانتیمتر مرز تاجیکستان گذشت نمیشد. ببینید موقع ما تا چه حد مستحکم است که ما هنوز سر قدرت نآمده با قرقیزها با این زبان گپ زده ایستادیم. خیلی آشکار با دوستان خودمان که با ما در مسئله دموکراسی و آینده منطقه آزاد از دیکتاتور و آزاد از
ظلم ساختن شریک هستیم. ما گفته ایستادیم که این مسئله برای ما خطی سرخ است، خطی قرمز، یعنی کراسنای چرتا، دیگه از اون ما گذشته نمیتونیم. از حالا تیاریتون رو ببینید. اگر در این مسئله با ما راضی نیستید پس بدونید که با ما مشکلی خواهید داشت در آینده و این موقع استواری ما هست و انشاءالله که مردم وارخ و چارکو و اصفهان ما را در این مسئله پشتیبانی خواهند کرد. خداوند نگهبانتان باشد.